دقیقاً. مهاجرت به اروپا با چه زبونی؟ خیلی مهمه بچه‌ها. شما دارید وارد اروپا میشید، به جز انگلیس هر کشور دیگه ای شما با زبان انگلیسی مهاجرت بکنید خودتون رو نابود کردید، یعنی ذهنی خودتون رو ترکوندید. چرا این حرفو من میزنم؟ توی اغلب کشورهای اروپا این شکلی هستن که شما اگه با انگلیسی مهاجرت بکنید تهش دوباره مجبور میشی که بری زبون اون کشور رو یاد بگیری، هر زبون دیگه ای که هست، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی و هر چیز دیگه، چون واسه معاشرت، زندگی، تعامل توی اون کشور تو نیاز به زبون اون کشور داری. نکته دوم خیلی مهمه، این که مهاجرت دوم تو کارت نباشه، اونم از اجبار. یعنی شما اگه یه کشوری بری که از لحاظ تحصیل، کار، آینده تضمینت نکنه، مجبوری مهاجرت دوم رو انتخاب بکنی، چیزی که توی کشور آلمان مجبور نیستی، اگر دوست داشته باشی انجامش میدی. این ویدیو هم اصلا هدفش نیست که یه کشوری رو خراب بکنه، بگه اینجا نرید اونجا نرید. تهش تصمیم با خود شماست. فقط من دارم تجربیاتمو از چند سال زندگی توی اروپا و تعامل با مردم مختلف با زبان انگلیسی و آلمانی میگم. که دانشگاه تو آلمان رایگان، با الماستر منی ما میتونیم تضمینی واسهتون ویزا بگیریم و شما رو بیاریم توی صندلی‌های دانشگاه آلمان بشونیم با زبان آلمانی که بعدش توی بهترین اقتصاد اروپا بتونید وارد بازار کار بشید. تصمیم با خودتونه اینکه این کارو بکنید یا اینکه نوارد کشور دیگه از اروپا بشید و بعد از اون که درستون اونجا تموم شد دنبال این باشید که بخواید به آلمان مهاجرت بکنید. پس از اول انتخاب درست رو انجام بده.